سلام. خلاصش اگه بخوام بگم اینی که داشتم الان روی پروژه کار میکردم که باید زودتر از اینها کار کردن روش رو شروع میکردم، ولی خب تایم دیگه گذاشته، دیگه کار نمیشه کرد. الان دارم انجامش میدم. حالا از اینا هست، اصلا مهم نیست. چیزی که الان مغز منو خریده، البته الان که نه، خیلی وقت مغز منو درگیر کرده و خواستم و دلم میخواد که این رو اعلام کنم که شاید یک سری از آدم‌هایی هستن که مثل من مغزشون رو درگیر کرده باشه و این مشکل رو داشته باشن، بیان به همدردی کنیم با هم دیگه. آره. حالا چیه قضیه؟ اینه که من چون که دارم یه پوستر دارم طراحی میکنم و توی اون پوستر که دارم طراحی میکنم تو فتوشاپ دارم طراحیش میکنم و خب اونایی که با فتوشاپ کار کردن میدونن که توی فتوشاپ خیلی تنوع رنگی زیاده و رنگ خیلی مثلا زیاده و اینا، مثلا حالا چیزای مختلف داره، طیف رنگی مختلف داره فلان، مثلا اینکه چجوری رنگا رو با هم هزار. خب یکی اینه که حالا دغدغه من چیه؟ دغدغه من اینه که من هرگز نمیتونم یک رنگ مناسب پیدا کنم واسه کارم. یعنی ممکنه که توی یک نصف روز پوستر رو تمام کنم و اینا و ممکنه که 3 ماه و 4 ماه حتی، حالا دارم اکساژره میکنم قضیه رو، ولی تایم خیلی طولانی بشنم سر این که ببینم که خب من الان رنگ اینو چی باید بزنم، من این خب باید نوشته اضافه کنم، من فونت اینو چی بزنم، هیچ وقت نمیتونم، خیلی سختمه. حالا الان این وسط من چون ایده این پروژه خیلی وقت پیش داشتم، خب بعد دیگه شروع کردم فلان، میدونستم میخوام چیکار کنم، ولی لحظه آخر دیگه پروژه رو عوض کردیم. خب پروژه رو عوض کردم و اینا، الان دیگه به اون یه حالت استیبل از پروژه رسیدم، ولی الان توی اون لول سخت انتخاب رنگ هستیم و این لول سخت انتخاب رنگ تموم بشه میریم تو لول سخت انتخاب فونت. حالم خوب نیست. همین. خدا